حضرت عمر یک انسان ملهمی بود. آخرم در محراب پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستاده بود، خنجر ناجوان مردانه یک ایرانی مجوسی متظاهر به دوستی که در مدینه زندگی میکرد، تو نماز از پشت خنجر دولبی داشت، دولبشو زهرآلود کرده بود. وقتی که ضربه خورد گفت نگاه بکنی کی منو ضربه زده؟ گفتن یک مجوسیه. گفت الحمدلله. دعاش مستجاب شد دیگه. فهمید که کارش تمومه، اون دعاش مستجاب شده، شهادت در راه خودت و دفن در شهر پیامبرت. دست و پا زد، تلاش کرد، ساکت ننشست. دلش هوای دفن شدن در جوار پیامبر و صاحبش. از اونجا دیگه بهتر نیست. پسر بزرگش عبدالله رو فرستاد پیش ام المؤمنین. گفت پسرم سریع برو پیش ام المؤمنین عایشه، سلامو برسون، بگو امیرالمؤمنین ضربه خورده و احساس میکنه که ضربه شهادته. اگر شهید شد آیا شما بزرگواری میکنید؟ اجازه میدهید که امیرالمؤمنین کنار همسر دفن بشه؟ اینجا متعلق به توست، این حجره متعلق به توست، اینجا پدرت، اینجا شوهرته. اجازه میدید؟ ادب رو ببین و تلاش برای موفق شدن. همیشه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت دخلت انا و ابوبکر و عمر، خرجت انا و ابوبکر و عمر. اسم این دو نفر از زبانش نمیافتاد. داخل شدم من ابوبکر و عمر، بیرون رفتم من ابوبکر و عمر، رفتیم فلان جا من ابوبکر و عمر، آمدیم من ابوبکر و عمر. حالا تواضع و ایثار رو ببین از اون طرف. بعد از اینکه سلام و رسون، گفت به بابا سلام برسان و بگو که ام المؤمنین گفته من از حقم تنازل میکنم، شما اجازه دارید که بیاید اینجا دفن شوید و من در قبرستان بقیع دفن میشوم یا هر جایی که مردم. و اینطوری حضرت عمر نفس راحتی کشید و دعاش مستجاب شد و در حجره مبارک و عزیزترین همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم، حجره ام المؤمنین عایشه، در کنار عزیزترین مردانی که پیرامون رسول الله بودن، حضرت ابوبکر صدیق، اونجا این افتخار نصیبش شد و آرام گرفت. و این آیه در حق ایشون و امثالهم، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. باید چی بگیم؟ رضی الله عنهم. ولی خیلی ها لعنتشون میکنن. چقدر باید براشون دعا بکنیم که اگر اینا نبودن ما الان آتش پرست بودیم و اگر آتش خاموش میشد ایمان ما خاموش میشد. چون معبود نباید فناپذیر باشد. هیچ شیئی نمیتونه معبود انسان باشه که فنا بپذیره. آتش با آب خاموش میشه، نمیتونه معبود باشه. هر کسی که بمیره یا فناپذیری داشته باشه نمیتونه. غیر از الله پاک، الله الحی القیوم، کسی دیگه نمیتونه معبود باشه. ولی امروز انسان‌ها بیش از 3000 خدا تو هند برای خودشون درست کردن، همه فناپذیرن. چرا اون